گریه اگر خودش بیاد خوبه. سلام دخترم. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی. مادر جان روز مادر کیه؟ قربونتون بشم حاج خانم، روز مادر که هفته پیش بود. شما به مادراتون تبریک گفتین؟ 100% تبریک گفتیم. چرا پسر خیلی خوبی بوده، خیلی آقاست، ولی چرا به من زنگ نزده؟ تبریک نگفته؟ شاید سرش شلوغ بودم. اصلا شاید یادش رفته. نه یادش نمیرفت هیچ وقت، ولی راش هم نزدیکه ها بگم چیزی، ولی 40 سال رفته بچم. بفرما 40 سال از من دور شده. مگه پسرت کجاست؟ کجا رفته مگه؟ جایی رفته، مسافرت رفته. کجا رفته بابا؟ رفته بهشت فاطمه دیگه. رفته بهشت فاطمه. پسرتون شهید شده؟ بله. خدا رحمتش کنه. ببین چه آقاییه. یه وقتا اینقدر که مثلا حال ندار بشم اینا، میاد میگه که پاشو بریم یه دکتر دارم میخوام ببرم پیشش. میاد بخوابم، میاد مثلا یه گرفتاری دارم، میاد قشنگ طرف راستم وای میسه نفس کشیدنش احساس میکنم. به بچه‌ها میگن این ویدیو رو تقدیم میکنیم به تمام مادرای شهدا، علل خصوص مادر شهید ولی الله محمدی. مادر جان روزت مبارک باشه.